بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، به حدیث 177 در کتاب عمدة الاحکام حافظ عبدالغنی ابن قدامه مقدسی یک تعلیق میکنیم. این حدیث هفته گذشته شرح داده بودیم. عن انس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال انس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. حضرت انس از زید ابن ثابت رضی الله عنه روایت کردند که زید گفتند که ما همراهی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سحری کردیم، سپس به نماز برخاستند. حضرت انس گفتند که من به زید گفتم: کم کان بین الاذان و السحور، ای زید، بین اذان و بین سحری چقدر وقت بود؟ ما در صحبت گذشته همین خیلی ترجمه کردیم که وقتی که سحری را تمام میکردند، یعنی از خوردن باز می ایستادند تا وقتی اذان بامداد، قدر 50 آیه، قدر 50 آیت، یعنی حافظ ابن حجر 4 دقیقه گفتند، شیخ عثیمین من در 6 دقیقه خواندم گفتم، یعنی 4-5 دقیقه بین سحری و بین اذان گفته ترجمه کردیم. واقعا انا همین معنای ظاهری حدیث است، چون کلمه بین اذان مقصود اذان بامداد. بعضی ها پرسیدن که کدام اذان؟ اذان یکم یا اذان دوم؟ اذان بامداد او اذان یکم اذان تهجد است که در مکه و مدینه اذان گفته میشد. بعضی انسان ها همه اذان اول پرسیدن، نه، اذان بامداد یعنی اذان دوم. بین اذان و بین سحور، سحور خوراک سحری، سحور سحری کردن. بین خوراک سحری و بین اذان قدر 50 آیت است گفته ترجمه کرده. لیکن بعض علما گفتند که مراد بین سحری و بین قامت گفتگی است. اذان را به معنای قامت ترجمه کرده است، برای که اذان به معنای قامت هم می بیاید، چون که در حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بین کل اذانین صلاه، بین هر یک دو اذان نماز است گفتم. دو اذان مراد یکی اذان و یکی قامت. قامت هم اذان است. اذان معناش اعلان است. اذان اعلانی آن آدم هایی که در خانه هاشون و در بیرون از مسجد هستند، اعلان کردن آنها به وقت در آمدن نماز است. اما قامت اعلان کردن آنهایی که در داخل مسجد هستند برای برپا شدن نماز. اذان یکم برای در آمدن وقت بود که وقت نماز در آمد، بیا به نماز، بیا به نجات. اذان یعنی که قامت که ویم اذان است یعنی اعلان است، معناش اعلانی داخل آنهایی که در داخل مسجد هستند که برخیزید که نماز برپا شد. بنابراین بین دو اذان گفتم، بین دو اذان نماز نافله هست گفتم. و واقعا معنای لغویش اقامت هم به معنای اذان یعنی اعلان است. بنابراین کم کان بین الاذان و السحور، بین اذان و سحری چقدر بود؟ میگم که مراد بین سحری کرده شدن و بین قامت چقدر بود. اگر این گونه ترجمه کنیم، وقتی که سحری کرده شدند بعد 5 دقیقهش علاکه قامت میگفتند، یعنی که وقتی که سحری کرده شدند اذان گفته میشد. اذان که گفته شد 2 رکعت سنت میخوانند در مدت 5 دقیقه، بعد از آن قامت گفته میشد. یعنی این دلالت میکند که آنها بامداد را بر وقتتر میخواندند. بله گاها بعضی امام های زیرک
همین گونه قامت را در ماه رمضان بعد 20 دقیقه از آن یا 15 دقیقه از آن میگیرن تا اینکه مردم وقتی که سحری کی کرد غالبا در جایهای ما بین اذان و قامت 1 ساعت هست. اونو 1 ساعت منتظر میشن، گاه خوابشون غلبه میکند نماز بامداد که فرض است علل خصوص خواندنش در جماعت و اگر در جماعت نباشدم در وقتش خواندنش فرض است، یکی میبینید که ای آدم بامدادش قضا میشد، منتظر قامت میشد و در خانهش خوابش میبرد، نماز بامداد از دست میرد به امید سحری که سنت است، خست است، لیکن فرض از دست میدهد. بنابراین وقتی که بین اذان و قامت وقت که کم است، شخص روزدار بعد اینکه از خوردن طعام باز ایستاد به نماز شروع میکند، به طهارت کردن و به سوی رهسپار شدن به مسجد مشغول میشد. این یک معنای دیگر. یک معنای دیگرش کم کان بین الاذان و السحور، بین اذان و سحری چقدر بود، اینا گفتیم در صحبت گذشته. و بعض علما رحمت الله علیهم مقصد از ابتدای سحری تا وقتی اذان گفتیم بین 50 آیت بود، یعنی همین 5 دقیقه آخر به افطار میکردن. گفتیم افطارهای آنها هم عبارت از آب و خرما بود غالبا، و در مدت 5 دقیقه، یعنی در مدت قرائت یک آدم 50 آیت را، یعنی انسان سیر میشد غالبا. یعنی که سحری را در آخرین لحظه ها میخوردند. این حدیث دلالت میکند که مستحب است که سحری را به آخری وقت گیرد. یعنی این 3 معنا هست. امید میکنیم که همه این معناها درست است. اگر یک انسان سحری کرده شود و نصف دقیقه یا 1 دقیقه پیش از اذان از خوردن طعام خودداری کند هم روزه اش روزه است. مستحب است که انسان سحری را در آخرین لحظه های سحری کند. سحر این آخری شب است. آخری شب را در لغت عرب سحر میگویند. وقتی که اذان بامداد که شد الکی صبح شد، سحری به آخر رسید. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.